درس امروزی ما درباره سکنجه است. سکنجه چیست؟ یعنی شکل سه طرف داره. سکنجه از مشترکانه سکنجه. یعنی در اینجا یک شکل می‌بینیم. بیاین اول از قاعده ساده سر کنیم. سکنجه چه اشاره می‌کنیم سکنجه رو؟ در اینجا چه قدر می‌کنیم؟ مثال سکنجه است. مثلا گیریم این سکنجه رو سکنجه YDC چه اشاره می‌کنیم؟ YDC پیازوای شکل سکنجه رو می‌بینیم. یا این توش ما می‌تونیم چه نشون بده؟ همین سکنجه رو فیگوره در بالای حرفو. یعنی این اگر این رو ببینیم اشاره سکنجه معنا داره. بیاین با یارم سکنجه رو اشاره کنیم. کدام سکنجه باشد؟ مثلا ADF یعنی چه می‌کنیم؟ سکنجه ADF. این از قاعده ساده چه سکنجه رو اشاره کردم. دوام کنیم. یعنی در اینجا سوموی کنترل سکنجه چقدر که می‌دونیم یا نمی‌دونیم سوموی کنترل سکنجه همه وقت باید 180 درجه برابر است. اگر من این کنترل رو A, B, گاما میام alfa جمع beta جمع گاما برابر همه وقت با 180 گرادوس. اگر پرسیم برای چی؟ از استفادهش از خطای پارالل. اگر خطای پارالل از در ستیشن به خاطر بیاره چقدر می‌دونیم کنجی 4 و کنجی 6 برابر است و کنجی 3 و کنجی 5 برابر است. از این قاعده رفته در ستیشن اگر با یک طرفی سکنجه خطی پارالل کشم مثلا در اینجا AB و این خط پارالل هستند. یا اینکه ما میتونستم با AC خط پارالل کشیدم. اگر میکشیدم چقدر میشد؟ AC پارالل باز می قاعده استفاده بوده میتونستم خط پارالل بکشم با AC. یعنی فرق نداره با کدام طرف خط پارالل میکشیم. بیاییم به استفاده بذاریم. از اینجا معلوم میشود که اینجا اگر کنجی 3 باشد اینجا کنجی 3. اینجا اگر کنجی 2 باشد اینجا کنجی 2 است. در اینجا ببینیم این کنجی راست است. کنجی 2 کنجی 1 کنجی 3 همه با 180 گرادوس برابر است. در این سکنجه ببینیم همون کنجا هستند. از اینجا اثبات سومه کنجی سکنجه با 180 گرادوس برابر است. نمیتوانیم بیاین این استفاده بریم. قاعده گذشته رو به سوال کارکنان باید نمودی سکنجه رو ببینیم. اگر در سکنجه دو طرف برابر باشد این سکنجه برابر فاکتور این نام مخصوص دارد. اگر سکنجه همه طرف خودشان باید اگر برابر باشد چه در سکنجه این برابر طرف باز یک سکنجه مخصوص اگر در سکنجه کنجی 90 گرادوس داشته باشیم در این سکنجه راست کنجه نام دارد. و از اینجا گفته میتوانیم که باز چه قاعده است طرفی که با کنجه 90 نگاه میکند این هیپاتینوز است. دیگر طرف A و B اینا کتت نمی‌نویسم هیپاتینوز و کتت رو درس دارم. اکنون بیاییم سومه سکنجه رو استفاده در یکم سوال چه که می‌بینیم یعنی سکنجه که علاقه داره کنجه راست و بیاییم استفاده بریم x چه میشود 65 جمع x برابر 180. از اینجا x با 115 برابر است. بیاییم که در اینجا سوال دیگر سه کنج داده شده است و x رو باید یابیم. این با 180 گرادوس برابر است و اینجا باید جمع تحویل رو جلو کنیم. از اینجا x به چند برابر میشود؟ 130 گرادوس برابر است. دوام کنیم. مثلا این سوال است. این همه حرف رو باید یابیم. دیگر رنگ رو انتخاب کنم. یا که این اشاره دیده باشیم اینا برابر فاکتور نام دارد. یعنی این دو کنج باید دیگر برابر است.
و یک کنج داشته است. از این چه خلاصه برابر داشتیم که 50 جمع k جمع n برابر 180 گرادوس است. از اینجا k و n و دیگر برابر بکنیم. اینو با یک حرف اشاره کنم. هر دوش k هر دوش n دیگر. چون هر دوش برای دیگر برابر است. از اینجا اگر جمع تقسیم رو اجرا کنیم k برابر n یعنی هر دوش برابر چند میشه؟ 130 65 گرادوس برابر میشه. 65 گرادوس و اینجا 65 گرادوس. از اینجا m و s کنج راست هستن. اینا به چی برابر؟ 115. این طرف هم 115 گرادوس برابر شد. یک خصوصیت آخران یعنی یک خلاصه بگیم سکنجه ببینیم کنجا داده بگیم 40 گرادوس 35 گرادوس و 180 میشه. اینجا که کنجی یک بوده کنجی راستن اینجا 75. در اینجا یک باید شما مشاهده باید کنید دو کنجی در این سکنجه و یک کنج دیگری کنجی بیرونه برابر است. باید با تکرار کنم دو کنجی در این سکنجه و یک کنجی بیرونه برابر است. یعنی دیگر کنجی سکنجه کنجی بیرونه کنجی سکنجه برابر است. یعنی اینجا بیرون 35 این به 75. یعنی فقط مشاهده در بحث آقای سوری بوده میشه این خصوصیت رو مثلا در اینجا چه حساب میشه؟ یا کنید دو کنج داشته است نمیدونه یک کنجی بیرونه از این فایده که از اون گذاشتیم 50 جمع الفا برابر است و 130 گرادوس دو کنجی درونه و یک کنجی بیرونه برابر است و از اینجا الفا برابر چند میشه؟ 80 گرادوس. شما البته میگید که شرط نیست که کار کردم چیکار میکنه؟ این کنج که راست است اینجا 50 گرادوس برابر است و از در کنج سکنجه الفا رو گفته میشه. الفا اینجا چی؟ یعنی 180 minus 50 یعنی باید 80 میشه. این بود درس درباره کنج‌های سکنجه یعنی سکنجه در